پسرم حالا بر وقت است. چرا خسته ای؟ نمیدونم، خوابم نبرد. حاضر آب نوشیده خواب میروم. خیر مایلش. آمینا تشکر یشا. گیرید و زودتر از اینجا روید. پسرم چرا داد میزنی؟ مادر امینا نیست. چیکار نیست؟ آخر کمی پیشتر بالایش رو پوشانده بودم. شاید در حاجتخانه باشد. خبرگیریتم همه جا رو دیدم. ای خدا، این کودک کجا شده باشد؟ فریدا؟ سرده میگم. کودک رو سرده. نمیدهم گفتم. سرده با تو میگم فریدا. سرده. کودک رو میدهم. کردار نشد یاشا. سرده با تو میگم فریدا. سرده فریدا. فریدا. نمیدهم من مادرش هستم از هم گرفتن نمیتوانی. مادر در خانه نشسته کودکش رو کلام میکند. امینا. سرده دخترم. امینا. دخترم. فریدا. التماس باید جمع بینید تا دخترم رو نگیرم. نمیدونم. پدر مادرم رو میخواهم. التماس مادرم نروند. ابا من گوش کن با بیرون نبرو. میلش امینه جان. امینه حالا میبینی فریدا، از این پس با تو دیگر خیلی مناسبت میکنم. کاری خیر نمیشود. زنت را به خانه در آورده مصلحت کن. بازو را به خانه دارم؟
من چی نامعقوله که نمیکند من او را ببخشم؟ کیهای را که نبخشیدیم پسرم؟ او همسری دوست. مگر مشکل است؟ چند روز می شود همه رو خواطر کرده است که با او بدی کردن میخواست خودش بر آمده رفت باز ما گناه کرد. اینجا چی کار شد؟ آقای نیگر در بیرون نشسته است. ینگ خیزید این طور نکنید. خیزید آخر همه همسایه ها ما رو تماشا میکنند. بگذار تماشا کنند و من دخترم روزیم. کنی خیز با خدا که اگر یک بار دیگر از این محله گذری پایت رو میشکنم. اخلاقی نکن با خدا. تو با من نقل یاد نده. شرف تو چطور کرده ایستاده ای؟ شرف تو شما این بگویم شرف من شما دیگر دیدن نمیخواهم. تو هم از اینجا گم شو. روی دیگر هرگز رو دیدن نمیخواهم. بس کنید دیوانه شدی. شرف مرا شرمنده کردی. تو باید این کارو نمیکردی. امینه دخترم باز نرفتی. دخترم امینه دخترم میافتی. دخترکم امینه شما دروید من با فریده صحبت میکنم. گیشت باز نرفتی. مادر چرا با من نگفتید؟ من فکر کردم که او در نزد شماست. آخر از کجا دونم زود رفته میایم با کم گپ نزن گفت اما از او درک نیست خواطر شدم. اوه مادر جان دعا کنید که با او چیزی نشده باشد. اقلت شما مرا میفهمید. فهمیدم من همش رو فهمیدم. تو 40 زبانی خوب داشته ای. پیسری ساده من یشه رو چی طور فریب دادی؟ چی طور؟ کنی گپ زن. فکر کردم که گوش کنید یک دخترم رو از دستم گرفتید. چیزی نگفتم. اون زن رو به خانه آوردید. باز هم چیزی نگفتم. یعنی تو میخوایی قصاص بگیری؟ تو قصاص گرفتن میخوایی؟ مرحمت من تنها فرزندانم رو میخواهم. تو باید این رو وقتی که شوهرت زاره میکرد فکر میکردی. التماس من خیلی زیاد میخواستم که شما یک جای شوید اما اکنون نمیخواهم. اگر شرف خواهد هم من نمیخواهم. شخصی که در بین فرزندان من جدایی انداخته است او را به خانم راه نمیدهم. دیگر به این خانه نآی. به نزدی در نآی. تو چی حق داری؟ دختری مرا برآورده دی ها؟ اما من میدانم این را برای چی کردی؟ کنی گفتم برای چی کردم؟ با من حسد میبری. انا دینیت شما را با هم دشمن کرد. دیده مادر جان یک لحظه مونی دیلش رو خوری کند. گفتم بچه حسد میبرم. با همه چیزایی که صاحب شدم، با کارم، با عائله‌ام، با فرزندانم. تو درباره کدام عائله گپ زده ایستاده ای؟ کدام عائله؟ با شرافت تو مگر عائله مانده؟ شرف تو یک عائله خوب را پریشان کردی. میفهمی؟ کاری تو نیست. تو از اینجا برآمده رو. تو را دیگر دیدن نمیخواهم. خواطر نشو. از این پس تو مرا دیگر نمیبینی. اگر کبی هم نمیابی. کاش که زودتر روی. فریده خواهرم به تو چی شد؟ شرف تو رو زد؟ آقایان آنها مرا از در بیرون کردند. دخترم را از دستم گرفتند. ای خدا چند میگویم که به این کار دخالت نکنم. با آنها فشار نارم. آنها به بالای سرم میبراین. اکنون پس است من خونی آنها رو میمکم. تو با آنها کاردار نشو فریده. به ماشین شین. بیسرم امینه رو با کجا میبری؟ با کجا میبری؟ گپ زن. پدر شما گرم خانه را کشید. ماشین رو هم گیرید. من با دیگر ماشین میروم. جواب ده بیسرم امینه رو با کجا میبری؟ با جای بی خطر مادر جان. رفتی. آتیلا سرمان رو با بالو گرفتار نکن.
از سحر باز آبی چشم امینه خشک نشده است. اگر این خیر رود هیچگاه آبی چشمش خشک نمی شود. تو به من تکیه کن. نگار چیکار میکند؟ دخترم رو برده ایستاده است. دخترم رو به کجا میبرد؟ حاضر میفهمیم. مادر جون با کجا میرویم که در به خونمون نمیاییم؟ اویلمون رو دیده ایستاده، خونمون رو ویران کرد، پاره پاره شده. همه اینش هم میره. تو با کجا؟ کار دارم. تو از پی کارت شو. با شرف اهمیت ندهی. او هرچی نگوید تا بگاه آرام می شود. شما برادرانید. این دفعه دیگر است. اینجا خونه کیست؟ من نمیدونم. وای چه سورپرایزه. مرا ببخش تو رو ناراحت کردم. نه جانکم این طور نگو. کنی درایت خوش اومده. درا دختر. بیا مینه جان. وای جانکی من. چرا سر و سمه‌ای؟ این 3 روزی رو انتظار شده نتوانستی؟ ضرور آمد. گوش کنید. شما نمیتوانید همون کاری مرا زودتر به انجام رسانید. این بگاه یک گروه میروند اما نمیدونم. اما چی؟ یعنی گفتنیت که نمیشود؟ شاید توانم اما کمی پول لازم میشود. تخمینا به شما چقدر پول لازم؟ تخمینا 2 برابر زیادتر. خدایا برادر، من به این هم به شما پول زیاد دادم، مگر بسنده نیست؟ خیلی 2000 لیره گوید میفهمم، اما 2 برابر. ما هم کاری عادی نمیکنیم. ویزای قلبکی، استقامتگاه، اجازت برای کار، آخر اینها را در بازار نمیفروشند. میلش شد، من راضیم. من 1 کیلوش کرده این پول رو میآورم. تو بگو خبر میرسونم. اگر من 1 قسم پول رو امروز دهم، بعد قسم دیگرش رو کم کم سپرم، نمیشود مگر؟ ما این طور کار نمیکنیم. اول پول، خواهی همین نخواهی اختیارت برادر. من طاقت کرده نمیتوانم، رفتم میبینم. فریده، من به دیگر شهر میروم. امینه 1 شب با تو میماند. مایلاش و فکرم در خونه اتون وضعیت نه اونقدر خوب است. تو هم حق هستی شرف.
البته خوب کردی که امینه رو در اون خونه نماندی. او رو به اینجا آوردنت خوب است شرف. از این پس باید با دقت باشم پینار. با کسی باوری ندارم. میتوانی به من باور کنی. هرگاهی که خواهی امینه رو بیار و هم با دادرش بازی کرده غمش رو فراموش میکنند. آسان است مگر مادرش دل ندارد، رحم ندارد، یا سینا گرفته بود اینش رو باشد پرتفته رفت. با چی نگاه میکنی؟ به هیچ کجا شرف. چی شد؟ خانه کی بود است؟ خانه پینار. دخترم رو به نزد پینار آورده است. تیمور کمی زودتر باش. باز امام سر نکند. او الکی فر آمده است. تمام. خوب است دم جانم، خوب رفتید. کنی گذشته شین. آی اینجا بیا. این چی؟ ها؟ یگان خطاگی کردم. بله این میسی یخ است. حاضر دم کردم خانم. با فکری تو این گرم است. کنی بی در اینجا در خانه من برای کنه های خانومت جای نیست. فهما؟ هر کسی که اینجا کار میکند از روی وجدان کار کند. ببخشید خانم، من حاضر گرمش رو میورم. مایلش من میروم. به این هم کردم. بیاید به خونه روی. من در اینجا نمیستم. دخترم پگو تو رو میبرم. تمام یک شب اینجا من میروم. شرف تو هم 2 دقیقه ایست کودک آرام شود بعد میروی. خنی بیا در آشخانه چی بوده است؟ اپم میاد گفته دادرت به تو شکلات گرفته است. گوش کن، اگر این چقدر رو دوام دهی پدرت میرود و دیگر نمیاد مثل مادرت. تو مرا فهمیدی؟ بهترش خواهش کن که تو رو با خودش برد. پدر ما رو هم برد. با کجا بکار؟ بله. من تو رو چطور با خود بکار برم؟ راست فکر عالی. همه جا رویم چی شود؟ امینه رو هم در نظر نگاه میداری؟ خیلی خوب میشود. نه این خیلی نمیشود. من آدم بودنش رو میدونستم اما تا این درجه نی. دخترم را سهر باز میگیریاند بسته بود که باز رفتی. دخترم را میگریزانند. نیه چی خیل میگریزانند؟ به این صورت میروند. بین بار خلطه دارند. یکم داشته این شرف. خب دختر جانم، شین امینه جانم.
گویا نقشه های شوهری مکارت را نمیدانی. مرا در خانه محکم کرده، شرکت را از خود کرده نیست. اما جان شما چی ها میگوید؟ او این خلادم نیست. خیر گبزن، چه خیلی شخص بوده است؟ شرکت را از خود کردن میخواهد، از خانه رفتن میخواهد. این چی معنی دارد؟ مقصدش تو رو از من دور کردن است. خونت رو مکیده خوردن میخواهد. مکیده میخورد. بس هست اکنون شما دیوانه شدید. اگر این طور رفتن گیرد مجبور میشم که شما را به دیوانه خانه جو کنم. نقشه اساسیت همین است. شنیدی یشیل؟ شنیدی؟ اما اون خیلی گفتن نمیخواست. تیمور زود از هم اوزر پرس. بخشش پرسم؟ خوابت را با آب گوی. بس هست اکنون. یشیل تو حاضر با من میروی یا دیگر روی مرا نمیبینی؟ یشیل شین دختر. دویدنی گساله تا کهدا، دویدنی وی تا ماشین. مگر شوهری تو این ثروت رو پرسته میرود؟ میرود. مادر جان آرام شوید، من در برش هستم. بپرس یاسین چه حال دارد؟ خوب است؟ مایل است، من با او میرسانم. مادرم با سر کردند. از این پس روش را خودش انتخاب کند میگوید. راست میگویند. آخر از اینها با تو خیری نیست. از بینشان تنها یشر مرد بود است و خلاص. آفرین. در خونه همه چیز تغییر یافت. چه؟ از این پس من در آن خانه نمیمانم. با آن مرد گپ زدم. کوشش میکند که کار ما را تا این بیگاه حل کند. انیق حل میکند؟ اگر پول را برم انیق حل میکند. باز پول یا شر؟ آخر این چند بار شد. باز آن مرد ما را فریب نکند. لیلا گوش کن. اقلا یک بار یگان چیز خوب گوی. یک بار از دهانت سخن خوب شنوم. آخر من پول را از کجا میابم گفته فکر دارم. تو باشی. اما این پولی کم نیست. از کجا میابم. من یک علاج کردم اون پول را میابم. وعده میدهم. تو چیزهایت را جمع کردن گیر. گوش کن، به سر من یک فکر اومد. برادرت امیر به نزدیکی اویله‌دار شد. خیر. اما طلاهای زنش را خواهش کن. یعنی همچون قرض نمیدهد. وای چقدر تو با عقل بوده ای. مایلش کنی یک از امیر پرسم چی؟ مایلش رفته پرس. میپرسم. پسرم این چی حال است؟ طبقه رو کوه بر این جمع کرده. چکار کنم مادر؟ دیروز به نزد دکتر رفتیم. بعداً خوراک آماده کردم. باز یک دو چیز را درمال کردم. با همین برای طبقه وقت نماند. خسته شده خوابم برده است. و خوراک بوی گرفته ویران شده است. این از همان چیزهای آورده تان مانده است به فکرم. پسرم به احوال این خونه میگه همه جا پر از چرک. البته به خونه‌ای که دست زن نرسد همین طور میشود. خاموش مادر جان، کمی پستر. آخر یاسمن شنود نادرست میفهمد. یک به احوال این خونه نو میگر در درون چرک غوطیده ای. خوش آمدید. شما را در اتاقتان انتظارند. آمد و رفتتان زیاد شده استاد است آقای سلیم. گفتم میخوام که مرا یاد کردید اما این طور نکنید آقای تیمور. شما هم کارگر به حساب میروید. چی معنا داشتن این رو از من دیده خوبتر میدونه.
این چی معنا دارد؟ یعنی شما را یک مدت در شعبه‌مان مهمانداری میکنند و همکاران پیشترتان را میبینید، مگر بد است؟ خطای کلان میکنید. بر شما چندین بار گفتم که با چنین نفران کاری ندارم، اما نمیفهمید. گوش کنید آقای تیمور، تنها گفتنتان بسنده نیست، باید اثبات کنید. انا برای همین همراه ما میروید. این طور باشد اجازه دید ادوکتم را خبردار کنم. البته. مرحمت. من شما را انتظار میشوم آقای تیمور. جواب ده. شرف در یگان جا من کن به حاجت خانه رفتن میخواهم. کمی صبر کن، به این نماز پایانتر سوزش باری بگیرم. پسرم، پدرت میگوید که خانهشان را محکم کرده و خانه ما کوچیده بیایند. مادر، آخر پسرم، پدرت راست میگوید. وقتی که کار را سر کنی کی زنت را نگاه و بین میکند. مادر، کار را سر کردن یا نکردن من عمیق نیست. یعنی حالا شما با پدرم چیزی نگوید، اما من میخواهم استعفا دهم. کار را که سر کردی؟ چی؟ استعفا میدی؟ دیوانه شده ای؟ من خیلی خوب فکر کردم. عقلت را خوردی؟ استعفا میداده است. یک عمری دراز بیمارداری میکنی ها؟ مادر جان، بیاید این موضوع را مفخوف گذاریم. استعفا میداده است. خوش آمده یشر. مرحمت. نه امیر، نمیدرایم. کمی سراسیمه. چی شد؟ یگان واقعه شده است؟ پول لازم. یشر، میدانی کرایه خانه، مصرف های تبابت یاسمن، خورد و خوراک و غیره، آنقدر پول هم نمانده است. اما اگر خواهی برای مصرفی کسرت یگان سوم داده میتوانم. نه لازم نیست. به من پولی کلان لازم است. تلاواری ها، اگر تلاواری های تویانه مانده باشند آنها را موقتا به من میدادی؟ هستند، اما چیکار میکنی؟ به خارجه میروم. به خارجه؟ به این نگاه شرف، بینی و چشمانش عیناً به تو مانند است. یگان جایش به من مانند نیست. اوی خدای توبه، دهانش هم به تو مانند. بین انا از اونجا بنزین میریزم. انا بین، آنها به نقطه فروش سوزشواری میروند. پر کن. شرف، من یک با حاجت خانه دارم. پسرم، کنی
کنی بیا به درون یک جای گپ میزنیم به درون پسرم فکر میکنی در ملکی بیگانه زندگی کردن آسان است ها؟ سگ بر این عذاب میکشی. مادر جان شما چیزی که نگویید من قرارم را برآوردم. امیر پسرم آخریش رو از راهش گردان یگان چیز گوی. او را گردان وگرنه شیرم رو نمیبخشم. مادر جان بس است آخر. مادر از برای خدا مرا به حالم گذارید. از برای خدا آخر من از زندگی کردن در زیر قنات شما دلگیر شدم. مادر جان میفهمید؟ اگر مرا گوش نکرده روی به خدا دیگر مرا نمیبینی. امیر برادرم من از تو نخستین بار چیزی خواهش دارم. کنی یک برادریت را نشان ده به اینکه بیهنرت. این دفعه همش می شود امیر. این دفعه رفته کار میکنم زود پولت را میفرستم دادر. وعده میدهم. التماس دادر. مرحمت. یشر با تو چیزی گفته نمیتوانم، اما امیدوارم این قرار درست است. با یاسمن البته سلامی مرا رسون. خدا در رو احتیاط کن یشر. تو هم خودت با هم یاسمن رو احتیاط کن. میلش؟ میلش. تو رفت همینه رو بیار، من انتظار میشم. چرا زنگ زدی تیمور جان؟ رقم 8 حاضر ببینم. 115 لیره. ببخشید پولم رو در ماشین فراموش کردم. میلش؟ دخترم جانکی من دخترم واسه چی شد؟ مادرم را دیدم. در خواب رو دیدی؟ اونم اینجا. چی شد شرف؟ امینه مادرش رو خواب دیده است. چی شد جانکم؟ خوب هستی؟ کنی اون طرف تشین؟ مرحمت. تشکر. کنی گپ زن؟ به تو چی شد دخترکم؟ گریه نکن.
وای جانکی من، شیرینکی من، بیا. مرحمت، سلامت باشید. تشکر. بس بین انا دادرت به حال تو میخندد. با هم بازی میکنید. کمی هم تجازق نشد. رفتیم. انا رفت. خیریدین کاری کرده فریده رو دیدی؟ آنها را با هم دشمن کرد. چی شد؟ از کنی گپ زد؟ امروز به نزد امی رفته بوده. خیر؟ یشر آمد ما را پرتافته به خارج می رفته است. و از قهر چنین گفته است؟ کار جدی است خیریدین. حتی پول هم پرسید. نیست گفتن برآمده رفت. چه؟ این پسر با سر ما را به بلا میماند. خب شد تمام. یکون ورق نمیدی؟ باز چکل ورق؟ ساعت 9 در باغ مرکزی شو و من گفتن که از آنجا شما رو میبرم. خوب، اما اخلا در دستم یکون حجت میشد در خصوصی با شما پول دادنم. لفظ مردانه خودش حجت هست. اگر باور نکنی پولت رو گرفته رو. چی خیلی که خواهی؟ میلش من راضیم. شما نادرست فهمیدید. گیرید. بیگاه ساعت 9 در جای گفته اتون. یک علاج کرده این کار را حل کن. دیگر آن پلیس را در اینجا دیدن نمیخواهم. آقای تیمور، آنها تنها تفتیش کردن، چیزی نیافتن و بیرفتن. گپ را دراز نکن. من به تو برای این کارت پول میدهم. میلش. تیمور بیا به خانه رویم، برای تو آمدم. التماس این طور نکن، آخر مرا هم در بند گذاشته اید. از یک طرف تو، از طرف دیگر امام. اکنون تمام. از این پس آرام شو. من دیگر در حیاتت نیستم. چی؟ مگر این همی خیلی آسان است؟ تنها یک امضا لازم است. جدا میشویم. از این پس هر کس برای خود. جدی میگویی؟ چی؟ فکر میکنی که ثروت عمت مرا باز میدارد؟ یشیل، من زنهای از تو دیده بایتر و زیباتر را میشناختم. اگر میخواستم با آنها آیله‌دار میشدم و اینقدر خار نشده براحت میزیستم. اما من تو را دوست داشتم یشیل. این رو میفهمی؟ وعده میدهم که کارهای امروز دیگر تکرار نمیشوند. تا دمی که در آن خانه میمانیم این ادامه مییابد. از اسارت عمت خلاص شو. آخر تیمور زنی بیچاره تنهاست، کسی ندارد. من هم بدبختم. به حال من نگر. مگر من از پس ثروت میگردم؟ این طور نگوی، من به تو باور دارم. باور داری؟ این طور باشه چرا تا حال در این شرکت سهمی ندارم؟ چرا تا حال نمیتوانم از پیش خودم کاری رو قبول نمایم؟ چرا حال هم گپی من نمیگذرد؟ کمی دیگر طاقت کن، همش خوب میشود. کی میشود کی؟ خوش آمدید. مرحمت. جمله ها در آنجا. آها، فهمم. گیر. آیسته. بیا دخترکم. میبینی اتیلا، شرف وقت رو از دست نداده اویله نو بنیاد میکند. من دخترم را از آنها میگیرم. خواهر جان کمی صبر کن.
با ما 2 حجره لازم. خب شده جناب. برای چی 2 حجره شرف؟ برای ما 1 حجره کلان بسنده است. پولی زیادتی داریم اگر. بس کن بسیار گپ نزن. من برای خودت میگویم. تو به یگانجا برای کودکان رو نگاه و بین میکنم. حجره لوکس است؟ بله هست. لوکس میخوای جناب؟ لیلا یاشار چی شد؟ ها کردی؟ البته این بیگاه می رویم. در حقیقت؟ یعنی در آخر می رویم؟ ساعت 9 ما رو می گیرند. کنی زودتر آماده شو. حضور ساعت؟ باورم نمی‌آید. بله. مرحبا جناب. روز بخیر. می‌خواستیم حجره بگیریم. البته شناسنامه‌تون رو دهید. البته. قبول گو. البته حاضر میفرستم. احمد. لبای برای حجره 120 وقتی خوب کودکان لازم است. مایلش. حاضر. ببخشید جناب شما رو انتظار کردم. حجره 121 خالی است. منظره خیلی خوب دارد. جناب منظره همه حجره‌های ما خوبن، اما من حاضر برای شما میبینم. اگر خالی باشه شما رو به اونجا میفرستم. تشکر. اوی کنی بیا. وقتی خوبت شد. اوپا. با شرف اینجا رو بین. قصر برین. شاهانه زندگی میکنیم در اینجا. من این خانه را برای کلام بودنش نه، بلکه برای کودک را خوب نگاه کردنت گرفتم. فهمیدم. من هم آنها را نگاه میکنم. ما با امینه در اینجا خواب میرویم. پدر و دختر در رخت شاهانه براحت خواب میکنید. همین طور نه امینه جانم؟ تو اکنون چهرت را کشان. انا بین به تماشا بر آمدیم. باز چی میخوایی؟ مادر شد اکنون با کودک کردن نشو. هیچ صدایی نیست. آنها کی میبرویند؟ اوه آخر نو در آمدن آنها. شین کمتر دم گیر. گرسنه‌ای؟ یگان چیز خوردن میخواهی؟ مگر من یگان چیز خورده میتوانم؟ من نمیتوانم. برای این اجازت نمیدهم. من میدانم که تو چقدر کسبت را دوست میداری. اما آخر دیگر چاره‌ای ندارم یاسمن. دست و پایت را بستم همین طور نه؟ مرحمت گلره. راستی ما را قرضدار کردی. به زنگهایم جواب دهید. چرا اینقدر غضب آلودی؟ کی آمده است؟ گلره آمده است. کو گذر. بخیر است گلرو. یگان واقعه شده است. گلرو کو گپ زن. چرا خاموشی؟ ما را دلکرد نکن. جناب میتن. خیر. متاسفانه او بیگناه برآمد. یعنی چطور؟ جانان به نظرم امروز غمگین می نمایی. مگر نفری که فرزند دارد سرش ببالو بوده می تواند. درست. امروز من همچنین فکر کردم. در نزد عدلیه نفری نبود که مرا به آغوش گیرد. با خدا من هم فراموش کردم. ببخشید. خدا دیگر با شما اصلا چنین جای ها را نشان ندهد آقای میدهد. دارو تمام شد. چیکار میکنیم؟ حتی برای خوراک پول نداریم. تو درباره چی گپ میزنی؟
خورد و خوراکت را یک طرف مان. 2 روز بیدارمان بعد حالت را میبینی. پول لازم، پول. خی پول رو از کجا گیرم؟ از پدرت گیر. با فکرم تو دیوانه شده یا؟ من از او پول نمیپرسم. هیچ کس نگفته است که رفته پول پرسی. تنها به خانه‌تون میدارو 1-2 چیز رو میدازی تمام. راه همون رو میابیم نشه. جانکم من کمی کار دارم. آن را حل کرده زود میآیم. میلش با کجا میروی گپ زن؟ چیزی مهمی نیست. زود برمیگردم. گلرو تا آمدنی من همراه یاسمان مان. میلش نه لازم نیست. من خودم میستم. بیا دخترم رفته یگان چیز میخوریم. امینه این تاق نکن. ای بیا زودتر رویم. از گرسنگی میمیرم. برای خیر خوری میپرویند. من هم میروم. شاید دخترم را گرفته توانم. در بین این قدر آدم چخیر میگیری؟ تنها از دور نداره میکنی. مایلش رویش رو بینم بس است. سبحان الله. به فکر من بیهوده گپ زده شدم. مایلش رو اگر اگون واقع شود و من خبر میدم. مایلش خانم ما شما یگان چیز بازی؟ من حجرم رو فراموش کردم. یگان چی میخوایی یاسمان؟ نمیخواهم. اگر خواهم خودم میگیرم. به تو کمک کنم گفتم. من با کمکی کسی نیاز ندارم. گوش کن مرا نادرست فهمیدی. تو رو رنجاندن نمیخواستم. تنها چی تنها؟ با من دلت میسوزد همین طور بیچاره گفته فکر میکنی. اما دونیسمون من از اوده همه کار میبرویم. تو چی گفتن میخوای؟ من نمیفهمم. میخواهم تنها باشم. خواطیر نشو. اگر این طور رفتن گیرد در اطرافت کسی نمیموند. کنی پدر جانش او را گیر من کمی خوراک خورم. اوی ای چی خیلی در دستی پدر جانش میزیبد پسرم. امینه دخترم خوراکت رو خور آخر خنک شد. بیا من به تو خورونم. نرس خودش میخورد. همین ترمیه دخترم کنی؟ اگر محکوم نشده باشد دیگر چیز فرمایم امینه جان. نمیخورم گفتم نمیفهمی.
در کجا؟ من در آنجا نشسته بودم. پیش خدمت. لبای در اینجا یگان زن نشسته بود. مویهایش سیاه. من خودی حاضر به کار شروع کردم جناب. آخر مادرم رو دیدم. امینه جان، مادر در اینجا چیکار میکند؟ شاید یگان کسی به اون مانند رو دیدی. شرف همه به ما نگاه میکنند. کنی دخترم رفته. مرا به غضب نار. شرف همین که به استانبول رفتیم او رو به دکتر نشانده. آخر همه رو به مادرش مانند میکند. فریده هم خیلی بیرحم بوده است. اینا چی؟ دروغ است؟ کودکان رو پریشان کرد. با من گوش کن. در موضوع فریده و کودکان با من گپ نزن. تو مرا فهمیدی؟ رو اکنون. خورو کن. مهلش. فرصتی مناسب هیچ کس نیست. درو یاسین تو از خانه نبرو مایلش. برای چی شده است؟ با تو گفتم نبرو. تمام. جناب میتاد، جناب میتاد، نمیدانم چی طور و با کمکی که آزاد شده اید، اما جزای شما را من میدهم. من البته میدهم. تو در خانه من با کی تهدید میکنی؟ ابله خودت که هستی. میدانم که پشتیبانی دارید، اما آنها رو هم مییابم. این کار به جزا نمیماند جناب میتاد. امیر تو در اینجا چیکار میکنی؟ شما دخالت نکنید خانم. این مسئله هر دوی ماست. میخواستم کسبم را ترک کنم، اما تنها به خاطر آدمان مثل شما آن را ترک نمیکنم و مبارزه میبرم. من اینجا برای همین را گفتن آمدم. شما البته برای اعمال خود جواب بگویید. بس کن. گپ را دراز کردی. دراز کردم. حالا همین خیلی آقای غالب، اما دانسته باشید دستم از گریبانتان کم امکجون فراموش نکنید. من پلیسم. این را فراموش نکنید. پلیس مالیس گفتن نمیگردم. همه تان رو نیست میکنم. من گپم را گفتم جناب میتاد غالب. حق به حقدار میرسد. از این پس تا شما را به حرف نگیرم آرام نمیشوم. سرده امکجون. وای یاسین من به تو نگفته بودم که از خانه نبرو. خیلی زود به خانه درو. آخر بیبی جون صدای امکم رو شنیدم. وای امکت نبود به نظرت نموده است. خیلی رفتی.
خیر چهرت رو کشو خیر. مادرت تو رو پرتافتر از زیق میشدی. زیق نشم من با تویم. انا خریدین رو بین. مادرم مرا پرداخته نرفته است. او برای بردن من آمده بود. اما پدرم نموند. مادرم خیلی زوری کرد. زوری کرد؟ ها خیلی زوره کرد. تو به اشکای او باور نکن. اگر میخواست تو رو میبرد. بین یاسین رو چخیر گرفت تو رو نه. آی میمون جایگی سلام. دیروز من با رفیق خونم به مهمانخانه شما آمده بودیم. اما در کدام حجره نمیدونم. به من کمک میکنید؟ فریده افیگل. و اتیلا ایگیت رو هم میبینید؟ 121. تشکر. روز بخیر. یعنی بتگی بینی هم اومدی ها؟ گویرو کجا میروی؟ اگر خاطری تو نمیشد که ها میرفتم. خیر تو رو دیدن میخواستم. یاسو من تو را خفه کرد همیطور. آخر من هم میفهمم آسان نیست، اما با رنجاندن دیگران صحت نمیشود کو. اگر این طور رفتن گیره در اطرافش کسی نمیموند. دیروز یاسو من بار دیگر شنید که دیگر اصلا راه نمیرود. من گمان میکردم که ما هم همه خیل گمان میکردیم، اما دکتر گفت که دیگر کاری کرده نمیتواند. یعنی شاید در خارجه آن هم انیق نیست. من باشم امروز به او آزاد شدنی پدرش رو گفتم. نه من ریسمان او رو میکشم. تو خواطر نشو کم آمده است. این تر باشد زودتر به کار برو تا او رو به جای سزاوار برده شینونیم. این چه احوال است دخترم؟ و تو چی شده؟ نگریز دخترم، هیچ چیز نمیگویم. شما کاری از دستتون آمده رو کردید پدر. اکنون مونید که روم. نشه این عکس مکتبی من نیست مگر؟ در دستی تو چیکار میکند؟ ای وای خدا، آخر ما هم سنگ نیستیم، دل داریم، ما هم قلب داریم، دوست می‌داریم که نگاه داشتم. ها خیلی زیبا بودی. بین هم تو آنقدر زیبا هم نبودی. تو چی؟ با فکرم خودت رو فراموش کرده ای. رویت پر از زخم و پای. تو در کودکیت همین خیلی آدم بودی، حالا هم همون خیلی. این عکس لیلا نیست مگر؟ دیوانه بودم. در کودکیم هر کجا جنگ میشد من اولین شده می در اومدم.
وقتی نفر هیزم انگشت می آورد اول نام کی رو گرفته جیغ میزد؟ اتیلا. منی احمق، منی بیعقل، منی ابله. اتیلا چرا این طور میگویی؟ این طور نگویی. اما همین طور است فریده. حتی لیلا هم از این فایده گرفت. ابله بودم که برای یک حافظی کوچکرد به محبت نشستم. چی؟ کی؟ ینگم لیلا؟ چه فکر کردی؟ گلی سری سبد است لیلا. یعنی برای او به حبس نشسته ای؟ او را خانم خانه و تاج سرم کردم. به خاطر او به حبس خانه نشستم. چی گرفتم؟ اما فایده نآورد. چقدر بیعقل بودم. نو عقلم در آمد. بس کن اتیلا، رو دیگر نکاب. آخر شما جدا شده اید. فریده، اون مادر بوده نمیتواند. پسرم حیف میشود. او رو مییابم، پسرم رو میگیرم، خودم کلانش میکنم. کی میدوند حالا آنها در کجایند؟ شاید کیها از شهر برآمده رفتند، وگرنه عزت را میافتی. شتاب نمیکنم، انتظار میشوم. البته روز با او روبرو میشوم. حالا آن وقت گرفتی. تو چی کار میکنی؟ تو چی شد؟ چی واقعا نشه؟ نشه پدر، التماس این طور نگاه نکنید. باور کنید این برای هممون بهتر است. من چیزهایم رو جمع کنم. پسرم در خصوص سفرت نقص فکر کردی؟ در غربت دور از خانه و آیله بودن خیلی مشکل است. فکر کردم پدر. به کجا می روی؟ در کجا می ایستی؟ چطور پول کار می کنی؟ به شویتسه می روم پدر. در آنجا یک رفیقم هست. اول در خانه او می مانم
و باز او برایم کار یافته است. همین طور خودم زندگیم را میسازم پدر. بیا باری دیگر فکر کن پسرم. بین مادرت در چه حال است، من در چه حالم. درخت باری شش پایدار است. این طور آیله را پرتافته رفتن خوب نیست. پدر، درخت باری شش پایدار است، اما من در این حیاتم هیچ با درخت نبودم. من تنها شاخه بودم که همیشه به جای آویزان می ایستادم. التماس مرا فهمید پدر. من باید کاری کنم پدر جان، میفهمید؟ خیر چی گویم؟ راهی سفید پسرم، اما دانسته باش که اگر مشکلی پیش آید تو در اینجا پدر و مادر داری. پدر، میدانم من همیشه به سر شما بلا می آوردم. میخواستم کاری خوب کنم اما نشد، نتوانستم. سر و رویم را پر از خاک کردم. من آدمی بد نیستم پدر. حقتان رو حلال کنید. تنها تو نه پسرم، من هم خطا کردم. تو هم حقت رو حلال کن. گریه نکنید پدر، همش خوب می شود. خوب می شود پدر. قرارش را برآورده است، دیگر کاری کرده نمیتوانیم. این بگاه می رود. کمی دیرتر خوراک آماده می شود. این طور نکن، هم به خودت و هم به او ظلم نکن. من میبرایم. راهی سفید پسرم، با مادر تماس باش. همین که رسیدی زنگ زن، از سلامتیت خبردار کن. مایلش مرا میفهمید همین طور نه؟ برای چی رفتن آن رو میدونید؟ مادر، مادر، یک به من نگاه کنید. مرا با دل سیاه روان نکنید. نباید. نمیشنوید. خورشم آماده کنم خیردین.
همراه خوراک با مزه است. سلامت باشید مادر جان. سلامت باشید. شما همیشه تاج سری من هستید. حقتان را حلال کنید پدر. همین که رسیدم زنگ میزنم. گوش کن نباهت. آقای خیریدی، چرا برای رفتنش اجازه دادی؟ چرا نگفتی که اگر از این در برای حقم رو حلال نمیکنن؟ چرا نگفتی؟ چرا؟ من یک بار خطا کردم. با دست خودم فرزندم را پیش کردم. دوباره این خطا رو نمی کنم نباهت. او هم به تو مانند است. مثل تو پس نمی گردد. وظیفه ما آنها را با گناه و ثوابشان قبول کردن است. تو هم قبول کن. بگذار هر چی خواهد کردن گیره. حیاتی اوست. رفته پسرت را با آغوش گیر. او را ببوس. غرورت را شکن. بین مادر و فرزند غرور نباید باشد. Sakın unutma, anneciğim. Yaşa! Açık tut, Yaşa! Yaşa artık sana! Sakın unutma, Yaşa! Anneciğim. Kapını hep açık tut, unutma anneciğim. مادر جان. Annem bana dur desene, yatırır dizine, uyandır hepsi geçince. Hadi çık önüme, yoluma durup da hakkımı helal etmem de. Ben gidersem günler geceler adını heceler misin? Beni sakın unutma anneciğim.
آفرین جانکم. انا این رو اینطور میگذاریم. همه بازیچه هایت رو جمع کردی؟ آفرین جانکم. مادر جان ما با کجا می رویم؟ به جای دور می رویم پسرم. جای هایی رو می بینیم که هیچگاه ندیده بودیم. نرویم مادر جان، آخر پدرم او رو نمی یابد. اما پسرم، اما که یشرت هم آمد. خوش آمدی. از این پس پدرم، مادرم و برادرم تویی. خواطر نشو لیلا، خواطر نشو، حاضر می آیند. تو چی کار کردی؟ نباید گوش کن. من در خانه نشسته نمیتوانم. بیا هر دو با بیرون میبراییم. چی شد؟ جواب نمیدهد؟ نه جواب نمیدهد. یشر تو چی کار کردی؟ آرام شو جانکم، آرام شو. در حال آتشین نشو. چطور آتشین نشوم؟ ما رو فریب دادن.
نخود آدم همه پول رو دهد. شینه اپر انا دیدی؟ بیا پسرم. کمی زود رو. یافتم. خبوگا من میخواستم شیرینی سفارش دهم. چی هست؟ چگونه نمودهای تارت در شما هست؟ ها، تارت با شکل دل میخواهم. فرق ندارد، اگر با قرصینای هم باشد میشود. به حجره 121 فرستید و باز در برش در 2 ظرف شربت گذارید. باز یگان گل هم گذارید و با برگ‌ها آرا دهید. یعنی یک چیز رومانتیکی آماده سازید. بعد از خوراک دیگر به بیرون نبر آمدند. انتظار میشویم، دیگر چاره نیست. امینه مادرم را دیدم، گفته همه را به پا خیزاند. شاید که به او باور کردند. اینطور باشد او را تنها نمیگذارند. کاش تو رو گوش میکردم و از پسشان نمیرفتم. اتیلا حاضر سورپریزت میاد خانم فریده. چی شد؟ یا شیطان رو دیده باشی؟ یک بار در رو شد، قریب به دست می افتادم. نبر آمدن؟ نه، باز در رو پوشید. از او ترسیدن لازم، چون که از پسی کلاش هم چشم دارد. کیست؟ سفارشتان رو آوردم. این برای کی؟ برای شما خانم. من سفارش ندادم. با من حجره 121 گفتم. خانم پیدا شما نیستید؟ نه، شما خطا کردید. چی بخیا؟ با فکرم این سفارشی همسرم است برای من. بیارید. مرحمت. تشکر. سورپریز. اینش باز چیست؟ خواستم دهانمان شیرین شود. سورپریز کردم. معقول نشد. در خانه نشستم گفتم یک سورپریز کنم. اون هم معقول نشد. شد پینار، گرنگ نکن، عصبم نمیبردارد. میگویم که رفته یک قهوه نوشیم. خواهش هایت کی تمام می شود؟ چند ساعت می شود که به بیرون نبر آمدیم، مردیم و خیر. خیریدین هم هوای تازه می گیرد. رفتیم. آنها رو بین. تورت به شکل دل، شربت، باز گل هم هست. با تو چی شد خواهرم؟ چی شد؟ فریده جان، تو حالو هم اون ابله رو از یادت نبرآورده ای؟ زهر و زقوم خورد هم. با تو چی؟
برآمدند. تارت بس نبود که باز با بالایش قهوه میخوایی با حجره فرمایش چرا میدادی؟ فهمیدن نمیخوایی؟ در درون دیلم تنگ میشود. بیا زود رفته میاییم. او چی کار میکنی؟ آخر کودک خواب است. فراموش کردم. امین همراهشون نیست. او رو در حجره گذاشتند. بیا رفته میگیریم. ایستامون دختر من کارمون رو خوب اجرا کنیم. کارت کی تمام میشود؟ اگر دیر نمیکردیم امروز همه کار تمام میشد. پگو گوش کن، یک دو روز دیگر هستیم. چی؟ بین مهمانخانه هم خیلی خوب بوده است. خدایا توبه. تو بعد رو فهمیدی؟ امینه دخترم. آیسته همه رو با پا میخیزونی. مرحمت. تشکر. اشتایتون. شرف، من تلفنم رو فراموش کردم. حاضر گفتم میایم. چی لازم؟ حاضر میرویم. هم امینه رو دیده برمیگردم. چهرت رو کشو زود میایم. درو خوب محکم کن. باز کشوده نمانم. میلاش. امینه نمیکشوید. شاید در درون نباشد. آخر کجا میشود؟ اتیلا این در رو زودتر کشو. آنها حاضر برمیگردند و من دخترم رو گرفته نمیتوانم. کنیا کجا رو بینم؟ امینه یک طرف ایستو. اتیلا کسی می آید. آنها برگشتند. من دخترم رو گرفتم نمیتوانم. فریده خودت رو به دست گیر. من یکون علاجش رو میوبم. فهمیدی؟ میوبم. فکرم هیچ کس نیست. محکم نکرده. من حسابی کرده تو رو در ماشین تو برمیشم. امینه رو گرفته بگیم. میلش دخترکم جانکی من خیز